بریم. بچه‌ها چطورید؟ اومدیم با پارت 2 لیتس پلی بازی اسکیجول بریم که داشته باشیم یه پارت خفنو. بریم که کل چیز میذاریم، بریم یه پروداکت خفن داشته باشیم، بعد بریم به عنوان ساقی، به عنوان دیلر مواد بفروشیم. آجی از کجا میای اصلا امیر تو؟ نمیدونم، هیچ ایده‌ای ندارم. هر وقت اومدی تو بازی بهم بگو ببینم اصلا اوکیه اوکی نیست چجوریه دست. حل ما اومدیم. خوش اومدیم. این میخوام اسکیپ کنم ولی نمیشه. دوباره اینوایت بدم؟ نه وایسا آدم کارکترمو درست کنم. خب از که من دیلرم یکم داستان داریم دیگه. نگاه بذار خشن نگاه خشونت بار و بشه دیمونیتایز میشه. میخواد همین داستانی قیافه شخمتیک. خب بیگ اسموکو بسازم آجی. این قشنگ قیافه خودتو درست کنی اوکیه، همه چی اوکی. زر نزن. چه خود دیلر میشی. بذار بریم یکم مواد بکاریم. این دراگم خیلی خوبه داشت کلن. اومدنی بیا، من خونه تو جنگل هست، بار نه من اونجا. years later. نرین به پوله. نه بابا داداش، اصلا اینی که میگی خیالم راحت میشه داداش. اصلا خیالت راحت. همین الان دارم میخواد من کل تو بردارم، یه 2 تا گوله خلاصت کنم باشه. راستی یه تفنگم باید بخرم. میدونی از کجا باید بخری؟ نه خدا داداش، من تو زندگی قبلی یه برده بودم، از خونه بیرون نمیومدم. همین من نها کن جان تو اضافه بخوری یه گوله حرومت میکنم، مثل سگ میکشم تو همین جنگلم خاکت میکنم. بودی حالا آقا رضا؟ الان رو همشون ریختی؟ برده من جا مونده هنوز. بریز دیگه برده. جون بکن دیگه، جون بکن بودو بجون. وقت داشت نریسی خودت. تموم شد دستان هیچ دیگه نیست، اینم آخری چه فکر کنی؟ تموم شد؟ بله میبره ریختی؟ بله. خب تو برو از اون ته آب وا کن. آره منم از این آب میکنم. زرم بریم. امیر باید اون وارهاوسه رو ببینه، خیلی گنده است. ویر هاوس عزیزم. وارهاوس خونه جنگی که داشت. ویر هاوس بله استاد، همون که شما میفهمید بالاخره. ناموسن بچه‌ها میدونی که امیر دیروز از آمریکا اومده. آره نصف عمرش رو تو اروپا آمریکا. آره نصف عمرش تو اروپا آمریکا زندگی کرده، زیاد فارسی بلد نیست کلا، نمیفهمه. الانم به زور داره از روی کتاب داره فارسی حرف میزنه گوگل ترنسلیت براش فارسی میاره. انواع اقسام زبان‌های مختلف، چینی، فرانسوی، آنگولایی، افغانی. آنگولایی خیلی مهمه. آره خیلی بلدش نیست. آقا رضا این یه مشمع اشغال به من بده تو رو باهاش بازیاس کنم. داداش مشمع چرا؟ بیا پایین میشی؟ نه من اینجا اینجا حیوان اینجا. اینو بر این سطل رو نمی‌بینی؟ سطل سفید رو یکی دیگه بر 2 تا بشه نه بذار من برمی‌دارم تو سطل. خب ببین آقا آشغالا رو میریزه اینجا. آفرین. فردا صبح که بیدار شین همش غیب شده. بله اونو میدونستم. هرکی پول مشمع اشغالی نمیدیم. گرون استادا نمیصرفه. آره اسپانیه. یا آقا خرچنگی گفتن، بازفنجی گفتن. این صد آشغالا رو وسط راه بردارید. با یه کلفت مثل خود گرفته بودم ببین آشغال جمع بکنه. اول بازی چیز کردم بهش گفتم بابا چه آشغال جمع نمی‌کنی؟
میگه که کاری نیست من انجام بدم. میگم بابا عزگر این همه کار اینجا هست، آشغال فلان، برای 100 آشغال گذاشتم مارکش کردم، اصلا به یه ورش بود. اخراجش کردی حالا؟ آره سیکشو زدم، البته با گوله کشتمش. داشتون دیگه محل بیزینس رو فهمیده بود دیگه. آره متاسفم. آره پارسی که تمام. تمام. بریم خب بریم میکپیم. آره اول بیا بریم بعد بریم. آبو نمیخواد بره، فقط بگیر بخواد، فقط اون یکی. آها بیا میکپ، بیا برده من. ببین آقا چه ارباب خوبی هم میزنم رو تخت من بخوابین. خیلی به به چه صبح از این برو چیز مغازه از این قیچه آبی رنگ برای خود بگیر هرس کنین. نگرفتی تو برام؟ چرا گرفته بودم یه جا گذاشتم، فکر کنم تو همون یه جا گمگورش کردم یادم نیست. برو بگیر دیگه برو. یه دونه سبز اینجا از های سبز سخت کار بشه. خسته نباش. سلامت باش عزیزم. با آبیه که کار کردی بلده دیگه. نه داداش ما گاو بودیم. اختیار داری بابا، شما خرمونی سگی کی باشه. رفته شد. یه 30 تا خاک بخرم. 30 تا داداش امیر جان، داداش برادر من عزیز من نمیخواد خاک داره، اینو نمیخواد دست نزن به هیچ. داداش اینا خاکشو من یهو با هم آقا نمیخواد دست بزنی اصلا. میگم که شما اصلا خودت چیز دربر نکن، اصلا هیچ گوهی نخورن. دستت درد نکنه. در خودت نگه دار، اجازه بده گوها رو من بخورم. بگی نمیخوای؟ ما نداری. بگی هم هست داداش، شما فقط داشتی بگو دیگه. ببین گفتم یه دونه قیچی بگیری یا الان میری کل اونجا جارو میکنی میای. گدا کدو رو نمیتونه اول فصل. یه دونه خود نیاز ندارم نوکرتم. من میخوام بگی بکنمش تو جای مورد نظر نگیر. من تفنگ میخوام. تفنگ بیا، من خودم به تفنگ میدم. بیا عزیزم بیا عمو جون بیا. یه دقیقه وایسا. داش همه رو هرس کردم، یکی میخوای بگی؟ داش دارم میام دیگه. یه ماشین بخری سریعتر هم بیاد. بابا زمانه قدیم برده و سرعتشون زیادتر بود. باشه قدیم بود شلاق میخوردم. معلوم باشه اینی که شلاق نمیزن. یه شلاق بخر. شلاق چه رنگی دوست داری؟ مشکی. دارم بهت حق انتخاب میدم آقا. چقدر تو مهربونی. قربونت برم. مشکی هم رنگ خودت؟ آره داش عادت همه دیگه. همیشه با مشکی زدنت. آره عادت کردی فقط مشکی. عادت کردم با مشکی فقط کتک بخورم. چه زد کشیدی. یه کاغذی دست منه برای منیج اون چیزا بیلبیلکا به کارم میاد اصلا. کاغذ آره اونو ولش کن، سرم قضی به خود بچاره. ایوه اون اصلا هیچ کدوم هم نیستن الان. من این آتا آشغالا رو جمع کنم، دراگارم بذارم توی چیز. بیا بالا که وقت میکس کردن داشت. بیارم بالا دراگارو. آره بیا بالا، من بالا انبار میکنم. بیا بالا آشغالا رو جمع کنم. هم چیزی بابا خاموش نکن. خب آقا جان عزیزم برادر من مریضیم مگه تو تاریکی کار کنی؟ به تاریکی علاقه دارم کلا. آخه تو میری تو تاریکی، من فقط دوتا چش قرمز میبینم. دادا به اینجا چجوری جلو من شبیه خونه شما نما کن قیافه آدم پشمش میده. من یه دونه گلم رو میخوام مصرف کنم. کدومو مصرف کنم؟ بیا این گلو مصرف کن. بیا بیا دیگه مصرفش کن. چجوری الان استفاده کنیم؟ کاری نداره که زیپا میدی پایین. اونو میگی؟ استفاده کن. چرا چت نیستم؟
همجوری خمار هستی داشت، اون با دیفالت همین شکلی هست قیافه داده. اونم بکشی دیگه خدا بخیر کن. اینا رو پک کن بجم جون بکن بجم حیوان بجم شلاق را به من بدهید. هنگتون کار کن. اینا رو بفروشیم چقدر میشه به نظر رضا؟ اون سری که من فروختم فکر کنم 30K در بردم. شیرین یا اول فصل شیرین نوابدم چیزم دست پرام چی؟ گل. گله دستم هنوز؟ آره حاجی میخوام چت باشم کار کنم از این بعد همیشه یه گل دستم باشه. یا منم چت کنم. داشت بیا دوتایی چت کنیم. سیگار دستم هنوز یا نه؟ آره هنوز دستت. اوه رفتیم تو آفروز. بیا اینم بذار اینم پک کن تمام بشه بره. من تو آفروزم. صدا باحال میشه. تو چی کشیدی؟ نمیدونم. حاجی من چتم درست نمیتونم بسته بندی کنم. دوناتا چقدر خوشگل شدن، رنگاشون خیلی باحال شدن. بیام ببینم دوناتا میدرخشه. حالا نمیدونم هر کدوم از اینا فرق میکنه میکشی یا نه. آره احتمالاً داشت فرق میکنه. تو حالا چی کشیدی؟ فکر کنم ایسلند بنام چی بود اسمش. نه من چیز کشیدم، دریم دک کشیدم، یعنی دک رویایی. این چه موادی ها؟ رضا چجور باید دیلر بگیرم؟ دیلر گرفتم من، فقط بهش مواد بدیم. چجور باید من بفهمم کیه دیلر؟ دیلرز نوشته. آره نشه دیلرز ناکنه مواد اینونتوریش خالیه. بنجی الان خالیه 52 تا هم 552 تا هم کش داره، باید بریم از حقوقش بکشیم بیرون. الان بگیر بکپ